سری از پشت پرده ها رو واقعا رو کنن و اسم سایتشون هم انتخاب کرده بودن. آخه دوستان عزیز حالا میرن برای ما توییت میکنن. توییت میکنی برای ما؟ توییت؟ سلام عرض ادب دارم خدمت دشمنان گلزارشم. مرسی هستی و فروش افزار. این بنده خدا آقای گلزار نبودن. بله. خب این بنده خدا بدل صدایی آقای گلزار بودن، نه خود آقای گلزار. این آقا امیر که صدای آقای گلزار رو تقلید میکنه، میره دایرکت محسن افشانی یک دونه وایس میفرسته. افشانی الدنگ این آقا گفته که شما بیایید در واقع توی چیز پخش کنم. بذار اول وایس رو پخش کنم، اجازه بده. داش محسن افشانی داشتم مرسی هستی و فروش افزار پخشم داری. اینم گفتم با صدای گلزار بگم. عشق منی داداش، کار چیزی داشت شما در خدمتیم. این وایس امیر که برای محسن شماره واتساپ رو میده و میگه که بیا واتساپ با صحبت. نقشه‌شون چی بوده؟ بگو پویان. نقشه‌شون این بوده که بیان توی لایوی که خانم ریحانه پارسا و آقای محسن افشانی میخواستن که به ایشون یعنی فیک صدای آقای گلزار زنگ بزنن و بگن که آره نظرت راجع به مهاجرت ریحانه پارسا چیه. ببین اون چقدر دنبال حاشیه است، دنبال اینه که مفت آدمای مختلف رو ببره. اومده بود اینجوری گفته بود. وایس رو میفرستن برای نمونه، وایس رو میفرستن برای ریحانه پارسا. ریحانه پارسا فیک صدا، این صدای تقلیدی اینه. بگو بم بودن صداشو کم کنه. ریحانه پارسا میگه بگو بم بودن صداشو کم کنه. محسن افشانی اینو میگه. داشت من سه‌شنبه ساعت 10 شب میخوام با ریحانه پارسا یه لایو 2 نفره بزنم. اون وسطا میگیرمت و اسم میارم، مثلا میگم یکی از سلبریتی های ایران که سوپر استاره، خوام به زنگ بزنم نظرش رو در مورد این اتفاق ریحانه بپرسم. انگاری تو رضا گلزاری نظرت میتی قطع میکنی، اسمم نمیاری، خود مردم تشخیص بدن. ببین میپره که داداش هماهنگیاش شد. خب من میخوام اون وسطا مثلا هماهنگیاش با ریحانه پارسا شد. دیگه از سوپر استار ایران یه سوال کنم در مورد این اتفاقی که افتاده برای اسم نمیاریم، مثلا شاید ندونه، دوست نداشته باشه. من اتفاقی ها میخوام این کارو بکنم، اتفاقی کارو میکنم. زنگم سلام داداش گلم، دلتنگیم، مشتاق دیدار و اینکه تو خیلی عادی سلام علیکم میگم، عذرخواهی میکنم الان تو صدای شما تو لایو منه و اینکه اسم نیاوردم، گفتم شاید علاقه نداشته باشی ولی دیگه صدا تو محبوبیتت انقدر آشناست مطمئنا میشناسنت. ریحانه پارسا الان تو لایو ماست، اینجوریه. نظرتو بدونم در مورد اینکه بالاخره یه دوره‌ای ممکنه شما الان چرا اینجوری شده که تا یکی یه سفر خارجی میره سری براش حاشیه میسازن این داستانا. حالا سوال و جوابش با تمام میکنن، اون جوابی که قراره بدی رو قشنگ رو صدای تمرین کن. میخوام بترکه، میخوام بگن آقا رضا گلزار بوده، میخوام همین خانومی که ور میداره و میاد توییت میکنه شما فلان کردی رو اینا فلان بیسان. این وایسا رو به همین امیر آقایی میده که تقلید صدای گلزار رو میکنه. درسته امیر آقا؟ بله. این وایسا رو برای شما فرستاده. حالا امین جان خودت هم میدونی و یه نکته بگم امین، اگه تو این کارو میکردی تو لایو میتونی که آقای گلزار ازت شکایت میتونه بکنه که خب همین دیگه. من این موضوع رو نمیدونستم و یعنی قبلا خب من محسن رو دیدم حالا از نزدیک، حالا به داستانهای مختلف که خودت هم میدونی همینجا. بله. و فکر نمی‌کردم همچین حرکتی بکنه. خودت هم که میدونی من اومدم ازت پرسیدم گفتم اگر یه اتفاقی بخواد جرمی داره که شما جرماشو به من گفت و منم از این حرکت ناراحت شدم و گفتم که داستان از این قرار بوده. و اگه امین جان نمیگفت ممکن بود اینا با بالاخره چرب زبونی این داستانا و رفاقت و این داستانا شما رو مفبری کنن. درسته؟ من واقعا نمیدونستم چه اتفاقی برای من میفته. خب حالا بگذاریم دیگه از این موضوع بگذاریم و من راجع به مسائل دیگه بگم. میریم هم هستم فکر آقای محمد رضا گلزار، دوستتون دارم، مرسی هستیم و فرصت و من فکر میکنم الان به خاطر این کاری که کردی
و نشون دادی که در واقع یه انسان محترمی هستی و نمیخوای واسه کسی الکی حاشیه درست کنی. آقای گلزار فکر میکنم که شما رو بیشتر دوست خواهند داشت. حالا نمیدونم از قبل دوستت داشتی یا نه، ولی فکر کنم از الان به بعد بیشتر دوستت خواهد داشت. سوپر استار سینمای ایرانه و همیشه همه جا احترامش واجبه. ان شاء الله موفق باشه. من افشا از شنگ بود میبینه یا نه آقای گلزار؟ نه واقعا بعضی از آدما رو باید اسطوره‌ها رو بالاخره. خب ببینید این خانم، من رفتم ببین آدم چقدر بیچشم رو نمک نشناس، حاشیه‌اشو از ما گرفت و رفتم از فرودگاه آوردمش. من اصلا نمیشناختمش واقعا. چی؟ خانم ریحانه پارسا رو. بله، هول هولی به ما در واقع به یک دوست زنگ زده بود، نمیدونم مشکلی براش پیش اومده بود، نمیدونم فرداش ممنوع خروج میشد، پرونده داشت تو ایران. پرونده چی هم بود؟ پرونده یه پولی از یکی گرفته بود نرده بود بهش، یه پیج خریده بود، یه همچین چرت و پرتی بود. بعد قرار بود ممنوع خروجش کنن. بعد اومده بود من آوردمش، شبم رفتیم یه جا، یه هتل براش گرفتیم بدون هیچ چیزی، بالاخره یه سری هزینه کردیم واسه این خانم، هتل براش گرفتیم. شبم حالا خودمون رفتیم اونجا ببینیم چیزی کم و کس نداشته باشه. ولی قرارشو گردن بگیری. آره تنها رفتم راستشو بخوای، پیشش هم بودم تا پاسی از شب، پاسی از سحر. بعد خب چیز خواستم سوال هم پرسیدم یادم رفت. تا پاسی از سحر هم در خدمت ایشون بودیم. باز یه چند روز بعدم اومد پیش ما، اومد یکی دو روز پیش ما بود، دوباره رفتیم با هم مسافرت. خیلی دوست داشت که بالاخره ما حالا با همسر سابقه ما هم یه جورایی توی دعوامون بی‌نقش نبودیم بنده خدا. توی هتل هم بله ما یه شب و جدای از نیرو فکر خانم موثر بودن دیگه. نه زیاد، تقریبا 70-80%. بعد زیاد نیست، نرمال. خب آره. بعد هیچی، اون شبم در واقع ما برگشتیم، یعنی نیلی برگشت از مسافرت. البته حالا داستانای من و نیلی خیلی طولانی بوده و واقعا دیگه نمیتونستیم با هم ادامه بدیم. واسهش دوباره از همینجا آرزوی موفقیت میکنم. همیشه احترامش برای ما واجبه تا زمانی که خودش احترام خودش رو نگه داره، چون الان زندگی خودش رو داره، منم زندگی خودمو. چون پارسا گفته که من فقط دو سه مرتبه دو سه بار همچین. ببین اینا سر این که میخواستن آقای گلزار رو مفبری کنن. من اصلا آدمی نیستم که کسی رو بخوام، کسی امتیازی برای من نداره که بخوام الکی بخوام مثلا بیام از اسم کسی سوء استفاده کنم یا هرچی. ولی سر این قضیه‌ای که این خانم میخواست برای آقای گلزار مشکل ایجاد کنه و اصلا برای آقای گلزار، آقای ایکس وای زد و برای فالوور و شخصیت واقعیش اینه، یکی دو بار الان اینجا مثلا داره برای من بنزین میزنه مثلا. خب نگاه. خب کی خانم ریحانه پارسا؟ یکم زوم میکنی رو تصویرش. خیلی هم جست اینم بلاک ماست. خب خوبم بنزین میزنه، خوب میزنه چیزه. بعد هیچی، این خانم بالاخره ما اینجا بهش کمک کردیم یا هرچی، ولی این که بیاد اینجوری بگه هی ما رو تخریب کنه، آی سایت شرط بندی فلان. خانم محترم این پارسا بت و من بودم میگفتم یا سینما بت یا پارسا بت، بین دوتاشون شک داشتی میخواستی کدومشو بزنی؟ تا اسم سایتت هم باید بگیم. چقدر آدم بی شخصیت و دو شخصیته. چرا پارسا بت؟ نمیدونم دیگه، حالا میخواست بزنه یا نزنه، هر کاری میخواست. من به عنوان داداش به جون مادرم تا همین نیم ساعت پیش که من فهمیدم اینا حاضرن برای حاشیه یه شخص رو به خطر بندازن و برای یه شخص حتی یه لحظه احساس بد ایجاد کنن تو خودش و خانواده‌اش، من خودم رو جای اون آدم میذارم. فهمیدی؟ تا همین نیم ساعت پیش من هی میگفتم هر چی بگه من هیچی نمیگم و واقعا هم هیچ وقت نه مسئله رو گردن گرفته بودم، با اینکه تازه وایسش توی ماشین من خودش استوری گرفته بود و صدای من توی استوریش بود. خب بازم اون لو داد همه چی و بازم اونم من فکر میکنم از عمد بوده با این شخصیتی که ازش شناختم. فهمیدی؟ ولی نمیخواستم هیچ وقت من راجبه هیچ شخصی، تو خودت میدونی من با چه کسایی در ارتباطم واقعا.
درست. یکیشو من بخوام اعلام کنم یا دنبال مفبری از این و اون باشم، واقعا مثلا پیجم الان باید 50 میلیون باشه جای 4-5 میلیون. خب ولی دنبال این داستانا نیستم و واقعا مثل این میدیدم که یک هموطن، یک دختر تنها، حالا با اون مظلوم نمایی که خودش میکنه و من فکر میکنم همش برای حاشیه است، من همش سعی کردم کاسه‌گوزار رو من خراب شه، همه من میگفتن دروغگو، لاشی، فلان بیسار. منم سکوت کردم و تا آخر عمرم هم سکوت میکردم، چون هیچ وقت دوست ندارم برای یه دختری که میاد بالاخره توی غربت میخواد زندگی کنه مشکلی ایجاد بشه. ولی وقتی اینا میان به خاطر فالوور، به خاطر حاشیه هر کاری رو میکنن، اینا حقشون دستشون رو بشه، چون ممکنه فردا برای ایکس و وای و زدن پیش بیارن. همه این لایوا نمیدونم همش با این میخواد بره تو سیستم سیاسی میاسی فلان که چیکار کنه که در واقع در عرض گلشیفته. پناهندگی در بیاره و ادای گلشیفت خانم فراهانی که آره. ایشون هم من فکر چیزه، حالا بالاخره همینجا همین روی این موب داشت با سام درخشانی صحبت میکرد، بهش گفت فردا تو ببین مصاحبه کن با تیوی پلاس، نمیدونم آدم خودشون اینا، مصاحبه کن، صحبت کن، بگو که آره ریحانه پارسا هم رفت دیگه بر نمیگرده. بعد فرداش خودش میزد به ناراحتی، او این رفته گفته فلان بیسار، و همین روی این موب اینجا نشسته بودی دقیقا که زنگ زدی به سام درخشانی بود، نه سام نوری بود، نه کی بود زنگ زدی بهش. آره. یا اون که مثلا رابطه توی ماشین که داشتیم برمیگشتیم از اول تا آخر داشت با یه روزنامه نگار صحبت میکرد، میگفت نمیدونم اون خانومه نمیدونم اون فیلمه چقدر پول دادن، تازه نتفلیکس هم قبولشون نکرده برن تو نتفلیکس، اینو خبرها رو بذار دسته اول، همش دنبال این داستانا. بعد از این ور بیا ادای تنگدار در بیاری. باز من یه سری مسائل خصوصی تو اینجا نمیگم، چون اگه بگم اون چیزایی که میکنی تو دماغ و اینا رو نگم دیگه، زشته. با رابطش با امیر محسن مرادی بگی تایید میکنی آقا داداش این آدم امیر محسن آدم مظلومیه، من نمیدونم الان بگم برای اون درد سر نشه، ولی با اونم دوست بود، داره هر 24 ساعت با هم صحبت میکردن. حتی یه بار توی ماشین یه اسکرین شات گرفت، اون بنده خدا خیلی ناراحت شد، شاکی شد، رید سر تا پای بنده خدا، رید به ریحانه. چی بگم؟ اینا همین کسایی هستن که به من میگفتن خبر سنده بی‌نظر. آقا صبر کنید دیگه یه جوری گردن گرفتم که دیگه یه جایی فکر میکنم دیگه نگو بیشتر. حالا برام شما لطفا چی؟ شما که یه عکس دیگه حالا رو نمایی کنید خانم پارسا، حالا استوری میکنم فردا، حالا یه دونه دیگه حالا نشون بدید، حالا بچه‌ها هستن، میدم شما استوری کنید. حالا شما الان نشون بدید بچه‌ها 112,000 نفر اون چی دارید دیگه واقعا. اون یه دو شرط فکر کنم عکس فتوشاپه یا نیست الکی مثلا. خب این چیه؟ بله هم هودیه است، هودی معروفه. هم خونه ماست دیگه. زوم کنین گوشه رو لطفا خونتون مشخص باشه. آره دیگه همون خونه است اینا. خب دوستان در جریان باشید. کسایی میان